انرژی سولامیس یا استراتژی بقا. به رویداد خوش آمدید. برنامه هسته‌ای آنگونه که رژیم از ابتدا مدعی شد برای تولید برق و انرژی سولامیس طراحی شده، اما واقعیت آن است که طی 2 دهه گذشته این برنامه به یکی از پرهزینه‌ترین، پیچیده‌ترین و پرتناقض‌ترین پروژه‌های تاریخ بدل شده. میلیاردها دلار سرمایه ملی صرف پروژه‌ای شد که به جای رشد اقتصادی موجب تحریم، رکود، سرکوب و انزوای جهانی شد. این برنامه قرار بود ایران را به قله‌های افتخار علمی برساند، اما آنچه در عمل حاصل شد ایران منزوی و فرسوده‌ای که زیر فشار تحریم‌ها، بحران انرژی و فرار نخبگان فرو پاشید. از سال 1382 که تأسیسات نطنز و عراق توسط منابع بین‌المللی افشا شد، ایران وارد مذاکره با قدرت‌های جهانی شد. مذاکراتی که با خاتمی آغاز شد، با احمدی نژاد به بحران رسید، در زمان روحانی با برجام به اوج و در زمان رئیسی دوباره به بنبست بازگشت. در سال 94 برجام امضا شد، توافقی که قرار بود تحریم‌ها را بردارد، پول‌های بلوکه شده را آزاد کند و راه را برای تعامل سازنده با جهان باز کند. اما با روی کار آمده دونالد ترامپ و به آتش کشیده شدن منطقه توسط رژیم همه چیز فرو پاشید. دولت بایدن هرچند با شعار بازگشت به دیپلماسی آمد، اما رژیم آخوندها حاضر به عقب نشینی در برنامه موشکی و منطقه‌ای نشد. روز جمعه 23 مه 2025 دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم میان رژیم آخوندی و ایالات متحده با میانجیگری عمان در شهر روم ایتالیا پایان یافت. این مذاکرات که در فضای پرتنش منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شد، اگرچه به برخی پیشرفت‌های فنی انجامید، اما همچنان بر سر موضوعات کلیدی از جمله سطح غنیسازی اورانیوم، نظارت‌ها و لغو تحریم‌ها اختلافات جدی باقی ماند. ولی ساعتی پیش از آغاز رسمی مذاکرات، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده در روم با رئیس موساد و وزیر امور راهبردی اسرائیل دیدار کرد. منابع مطلع اعلام کردند که در این نشست طرف اسرائیلی بر غیر قابل احتمال بودن ایران و ضرورت حفظ گزینه نظامی تاکید کرده است. گفته می شود بخشی از محتوای مذاکرات روم پیش از آغاز رسمی با هماهنگی اسرائیل انجام شده است. عباس عراقچی نیز وزیر امور خارجه رژیم در کنفرانس خبری پس از پایان مذاکرات اعلام کرد که اگر هدف آمریکا توقف کامل غنیسازی در ایران باشد، هیچ توافقی در کار نخواهد بود. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، اما حق خود را برای استفاده صلح‌آمیز از این انرژی هسته‌ای محفوظ می‌دانیم. رفتار معنادار ویتکاف و ادامه مذاکرات در غیاب او. در میانه مذاکرات استیو ویتکاف ناگهان محل مذاکرات را ترک کرد و به گفته رسانه‌های آمریکایی علت این اقدام تداخل برنامه پروازی او بود. با این حال بسیاری از تحلیلگران خروج او را نشانه‌ای از عدم رضایت کامل واشنگتن از روند مذاکرات دانستند. پس از ترک جلسه توسط ویتکاف، گفتگوها در سطح کارشناسی میان نمایندگان رژیم و آمریکا و هیئت عمانی ادامه یافت، اما بدون پیشرفت چشمگیر به پایان رسید. در بخشی از کنفرانس خبری عراقچی هشدار داد که در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، ما آمریکا را نیز به عنوان شریک در تجاوز تلقی خواهیم کرد و پاسخ ما قاطع و فوری خواهد بود. سپاه تروریستی پاسداران نیز بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود هر گونه تجاوز به خاک ایران از هر طرفی که باشد با پاسخ ویرانگر و چندلایه مواجه خواهد شد. برخی مقامات اروپایی که به صورت ناظر در حاشیه مذاکرات حضور داشتند، فضای کلی را پیشرفت‌دار اما شکننده توصیف کردند. در واشنگتن دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت اگر ایران از خطوط قرمز عبور کند بهای سنگینی خواهد پرداخت، اما ما هنوز به دیپلماسی باور داریم. اما دیدگاه‌های سرکردگان رژیم و بهای سنگینی که مردم پرداخت کردند. خامنه‌ای هم حرام هم حق مسلم. سال 1385 ما بمب نمی‌خواهیم چون خلاف شرع است. در سال 90 اگر می‌خواستیم بمب بسازیم هیچ کس نمی‌تواند جلوی ما را بگیرد و هفته گذشته حتی غنیسازی ما غیر قابل مذاکره است. خواسته‌های آمریکا غلط زیادی است. احمدی نژاد قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذ پاره خواند و همزمان تیم‌هایش در عمان و در اروپا مخفیانه مذاکره می‌کردند. پروژه را ملی و افتخارآمیز خواندند، اما اقتصاد کشور را در باتلاق تورم و تحریم فرو بردند. روحانی و ظریف با لبخند و تعامل آمدند و چند سال فرصت خریدند، اما برنامه هسته‌ای رژیم نه تنها برای مردم برق هسته‌ای نیاورد،
بلکه کشور را در تاریکی اقتصادی فرو برد. منابع رسمی هزینه مستقیم برنامه را 7 میلیارد دلار اعلام کردند، اما هزینه‌های غیر مستقیم تحریم، بلوکه شدن دارایی‌ها، کاهش صادرات نفت و بحران بانکی بیش از 2000 دلار برآورد می‌شود. فقط در اثر تحریم‌ها بیش از 500 میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی از بین رفت. ارزش ریال به شدت سقوط کرد. نرخ بیکاری و تورم به بالاترین سطوح چند دهه گذشته رسید. مردم به دارو، درمان و آموزش با کیفیت دسترسی ندارند و نخبگان، دانشمندان، پزشکان و حتی اساتید دانشگاه و کارآفرینان کشور را ترک کردند. در اصل پروژه اتمی به ابزاری برای امنیتی کردن کل جامعه بدل شد. اگر آن پول صرف توسعه میشد، با 2000 میلیارد دلار ایران می توانست به قدرت اقتصادی منطقه و جهان بدل شود. امارات، قطر و عربستان همان درآمدهای نفتی، اما با سیاست‌های غیر ایدئولوژیک را خرج زیرساخت، گردشگری، شهرهای هوشمند و برند ملی کردند. دبی به مرکز مالی جهانی تبدیل شد، قطر میزبان جام جهانی شد و عربستان در حال ساخت شهر آینده نهم است. در مقابل ایران با قطعی برق، فرسودگی شبکه آب و مهاجرت متخصصان دست و پنجه نرم می‌کند. کره جنوبی و سنگاپور نیز در دهه 70 همسطح ایران بودند. امروز کره جنوبی هشتمین اقتصاد دنیاست با برندهایی چون سامسونگ، کیا و ال جی و سنگاپور تنها با 5 میلیون جمعیت به هاب مالی آسیا بدل شده است. چرا؟ چون آنها به توسعه متکی بر علم، آموزش، نظم اداری و تعامل جهانی ایمان داشتند، نه ایدئولوژی و تقابل. برنامه هسته ایران نه نماد پیشرفت، بلکه شاهدی بر اولویت دادن به ایدئولوژی و رفاه مردم بوده است. در حالی که کشورهای منطقه و آسیای شرقی مسیر توسعه را با زیرساخت، علم و سرمایه‌گذاری پیمودند، ایران در باتلاق شعار، تحریم و سرکوب فرو رفت و امروز میلیون‌ها ایرانی می‌پرسند اگر به جای بمب نان می‌خواستیم ایران چه می‌شد؟ البرز رویینتن، تحلیلگر سیاسی، امشب همراه ما خواهند بود. جناب رویینتن، ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. دور پنجم هم برگزار شد و طبق گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی رژیم برای خرید وقت به این مذاکرات آمده است. حالا با توجه به شرایط داخل ایران، سرکردگان رژیم تا چه زمانی میتونن این بازی رو ادامه بدن؟ با سلام خدمت شما و همچنین همه بینندگان عزیز کرد کانال. برای اثبات این حرف شما امروز یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا هم به این نکته اشاره کرد و گفتند با وجود این که ایران میداند غنیسازی حتی 1% برای ما در ایران خط قرمز است، ولی آماده هستند برای ادامه مذاکرات و این نشان میدهد که آنها با وجود این خط قرمز ما برای ادامه این مذاکرات آماده میشوند. این به این معنی است که یکی از هدفهای جمهوری اسلامی خریدن وقت است و این خریدن وقت به این معنی که حتی اگر بتوانند در میان این همه بحران‌های موجود یک روز از عمر دیکتاتوری خودشون رو بیفزایند، برای آنها یک موفقیت است و این مذاکرات به نوعی یک فضایی درست کرده است که همه منتظر باشند که چی می شود. همین که منتظر میمانند خودش یکی از اهداف جمهوری اسلامی رو دنبال می کند، ولی با این چنین اهدافی آنها نمی توانند که مدت طولانی ادامه بدهند، چون اولا دولت ترامپ آماده نیست به یک کاری ادامه دهد که تنها خرید وقت برای ایرانی ها باشد و نه تنها دولت ترامپ و حتی این معترضین داخلی هم که به نوعی تحت این پروپاگاندا که این مذاکرات کاری خواهد کرد همه به نوعی منتظرند تا به سر منتظر نخواهند بود. به همین دلیل این هدف جمهوری اسلامی که یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی هم است
و حتی توانسته در دولت‌های قبلی مخصوصا در قبال دموکرات‌ها در آمریکا بتوانند در این روش خودشون موفق باشند، در این دفعه نمیتوانند بسیار موفق باشند. ولی اساسا ایران چرا به وقت نیاز داره؟ میخواد چه راهی رو ادامه بده؟ میخواد واقعا به بمب اتمی دست پیدا کنه یا این اورانیوم غنی شدهش رو میخواد به جاهایی که هنوز اعلام نشده و اعلام نکرده به آژانس منتقل کنه؟ ببینید آقای صالحیان عزیز، بگذارید من از روزنه بسیار متفاوت به این قضیه نگاه کنیم. اولا اگر احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح و بمب اتمی وجود داشت، آمریکا و اسرائیل نیازی برای مذاکرات برای توقف نداشتند، چون آنها قبلا هم نشان دادن هر وقت هر برنامه اتمی جمهوری اسلامی میتواند در سریعترین وقت و به بهترین وجه ممکن مورد حمله اسرائیل قرار بگیرد و اینو ما بارها و بارها دیدیم. بنابراین آنچه که اینجا قابل ذکر است و مخصوصا وزیر خارجه آمریکا هم به صراحت از آن صحبت کرد این است: آنها میخواهند از این غنیسازی به عنوان برگ بازدارنده در مقابل آمریکا استفاده کنند و بخواهند این را نشان بدهند که اگه فردا آنها بخواهند کاری در مقابل ایران بکنن، آنها برگ غنیسازی رو دارن، همچنان که قبلا برگ گروه‌های نیابتی رو داشتن. این گروه‌های نیابتی که رو به تمام هست تنها در یکی دو کشور به صورت فعال مونده و در کشورهای مانند لبنان، در غزه به نابودی نهایی نزدیک شده اند. دیگه تنها برگی که دست جمهوری اسلامی مونده است این غنی سازی و به این علت است آنها تکرار میکنن که غنی سازی برای ما خط قرمز است، غنی سازی باید صورت بگیرد. حتی برای آنها مهم هم نیست که چند درصد باشد، میخواهند از این غنی سازی به عنوان برگی استفاده کنند و نشان بدهند به دولت‌های بیگانه و به آمریکا و به اسرائیل بگویند که ما یه برگی داریم و این برگ غنیسازی است و این غنیسازی به هر قیمتی هم که شده آنها نیاز دارند. لازم به ذکر است این برگ بازدارنده نه تنها در مقابل دولت‌های خارجی، بلکه با وجود چنین توافقی، با وجود چنین برگ بازدارنده‌ای، این را هم به ملت‌های ساکن ایران، به مردم معترض، به همه آنهایی که می‌خواهند این دیکتاتوری نماند نشان بدهند که بله، این دیکتاتوری به عنوان یک واقعیت می‌تواند با یکی از ابرقدرت‌های جهان مانند آمریکا به توافقاتی دست پیدا کند و این به این معنی است که این دیکتاتوری باقی خواهند ماند. یکی از هدفهای دیگه جمهوری اسلامی هم این است و این دلیل این که با وجود این تشدیدهای دولت ترامپ، با وجود این همه حرف و این همه بی احترامی به جمهوری اسلامی و رهبر آن و همه دیکتاتورهای، همه گروه قدرتدار جمهوری اسلامی، آنها باز هم آماده می شوند بروند و مذاکره کنند. از یه طرف یه عمری گفتن که نباید مذاکره کنیم و باز هم می بینیم که هر روز در این جا و در آنجا به دنبال مذاکره هستند. یعنی از نظر شما غنیسازی آخرین کارتیه که در دست رژیم باقی مونده و به نوعی هم مردم داخل و هم منطقه رو به گروگان گرفته و غرب رو هم تهدید میکنه. حالا اگر کارت غنیسازی رو ازشون بگیریم، باید شاهد سقوط دومینه‌وار بقیه خط قرمز هم باشیم، چه در داخل و چه در خارج. این خصوصیت دیکتاتوری است. دیکتاتورها به این علت همیشه از عقب نشینی میترسن، چون هر قدم عقب نشینی برای یک دیکتاتور به معنای آن است که تا آخرین
قدم آن یعنی نماندن دیکتاتوری عقب خواهند نشست. به این علت است وقتی آن چیزی که آنها برای خودشون مدام تکرار میکنن که غنیسازی برای ما خط قرمز است و از این غنیسازی هم اگر عقب نشینی بکنن، آنها دیگر به این معنی است که چیزی ندارن و دیکتاتوری که چیزی نداشته باشد، ملت تحت این دیکتاتوری هم با جرأت بیشتری بر علیه این دیکتاتوری به مبارزات خود ادامه خواهد داد و این باعث می شود که آنها همیشه از عقب نشینی بترسند و این برگ دارنده هم برگی نیست که ماندن جمهوری اسلامی را گارانتی بکند. چرا؟ چون الان با وجود تبلیغات فراوان رسانه‌ای داخلی و خارجی میخواهند همه مشکلات رو به این همه بحران ها رو به این تحریم ها و به این توافقات و به این مذاکرات ربط دهند، در حالی که واقعیت یک چیز دیگری است. آنچه که بحران‌های مختلف رو درست کرده، آنچه که حکومت را از داخل به نابودی نزدیک کرده است، سیستم نادرست مدیریت جمهوری اسلامی است که بر اساس رانت و فساد و سرکوب بنا نهاده شده است. ما حتی اگر این توافق به آن شکلی که ایران هم می‌خواهد صورت بگیرد، آیا این سیستم نادرست مدیریتی اصلاح خواهد شد؟ آیا این رانت، این فساد اصلاح خواهد شد؟ آیا این همه دخالت گروه‌های دولتی و تعداد مشخصی در اقتصاد کشور، در همه جایی که یک نقصی وجود دارد، مدیریتی بدی که وجود دارد، چیزی خوب نخواهد شد؟ چون ما این رو قبلا هم دیدیم. ببینید در برجام که این توافق صورت گرفت، باید مشکلات حل میشد، هیچ مشکلی حل نشد و حتی مشکلات هم بسیار زیاد شدن. میلیاردها دلار خرج نیروگاه بوشهر کردن، آخرش هم آن را طوری به کار انداختن که همه چیزش دست روس‌ها باشد. در عوض این همه میلیاردها دلار قرار بود که نیاز برقی کشور تأمین بشود. امروز یکی از با وجود نیروگاه بوشهر که این همه خرج برای این دولت داشت، یکی از بزرگترین مشکلات مردم نبود برق است. یعنی چی؟ یعنی مذاکرات باشد نباشد، توافق صورت بگیرد یا نگیرد، جمهوری اسلامی همان جمهوری اسلامی است که مؤسس و مسبب همه بحران‌هایی است که اکنون در ایران وجود دارد. به این علت است که این برگ‌ها، این مذاکرات و هر اقدام دیگری نمیتواند ضامن ضامن ادامه این دیکتاتوری به مدت طولانی باشد و این در نهایت به سرنگونی این جمهوری اسلامی به این دیکتاتوری خواهد انجامید و این چیزی است که همه دیکتاتوری ها آن را دیدیم و در عاقبت سرنگون شدن در قبال مبارزات ملت و مردم. ولی غرب یا به طور کلی آمریکا تا چقدر میتونه مدارا کنه با این کش دادن‌هایی که ایران داره انجام میده در مذاکرات؟ دیروز دیدیم که وزیر امور خارجه ایران گفت که مشکلات زیاده و بایستی که چندین جلسه دیگه هم ما نشست و مذاکرات برگزار کنیم. با توجه به اینکه اسرائیل تهدید میکنه، دونالد ترامپ هم تهدید میکنه، مقامات ارشد هم تأکید و تایید میکنن که باید هر چه زودتر چه با مذاکره، چه با توافق یا چه بدون توافق به نتیجه برسیم. فکر میکنید تا چقدر میتونن مدارا کنن؟ یکی از مشکلات این دوره جمهوری اسلامی همین است که دولت ترامپ نمیخواهد و نمیتواند بسیار مدارا کند، برخلاف دولت‌های قبلی و مخصوصا دموکرات‌ها که وقت زیادی به مذاکرات میدادن. دولت ترامپ میخواهد در اسرع وقت به نتیجه مطلوب خودشان برسد و امروز هم میبینیم که بر این سیاست ادامه میدن و همچنین دیدیم که دیروز در
نشست آقای ویتکوف 1 ساعت قبل از اتمام مذاکرات محل مذاکرات رو ترک کردن. این خودش نشان از این است که آنها خواستهای کنکرتی دارند و آنچه که اینجا قابل بحث است باید جمهوری اسلامی این خواستها رو یکی یکی قبول کند و راه دیگری ندارد. و آنچه که هم قابل ذکر است اینجا، جمهوری اسلامی از موقعیت ضعف به این مذاکرات می آید. ترامپ و دولت آمریکا از موقع قدرت به این مذاکرات آمدند و از طرفی که از موقع قدرت در مذاکرات آمده می شود همیشه خواسته های خود را آنچنان که می خواهد می تواند به طرف مقابل تحمیل کند و این یکی از مشکلاتی است که جمهوری اسلامی در این دوره مذاکرات با آن روبرو هست. ولی اینجا آنچه که لازم است، مخصوصا نه برای دولت‌های غربی و آمریکا، چون آنها هم از دریچه منافع خودشون به این مذاکرات نگاه می‌کنند. ممکن است آنچه که آنها از منافع خودشون برای خودشون ترسیم کردن با آنچه که منافع ملت‌های ساکن ایران و مخصوصا ملت کرد هست مختلف باشد و این تفاوت باعث می شود که ما هم هر یک از ماها مبارزین آزادیخواه، آنهایی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، باید این واقعیت را درک کنند. نباید منتظر باشند که اگر اتفاقی صورت گرفت این اتفاق میتواند جمهوری اسلامی را عوض کند یا مشکلی حل خواهد شد و نباید منتظر این هم باشند که اگر اتفاق هم صورت نگرفت دولت ترامپ یا دولت آمریکا گزینه‌های مانند حمله به جمهوری اسلامی را یا حمله به شکل‌های مختلفی به ایران رو حتما اجرا خواهد کرد. ما باید طرح انتظار رو که امروز با این تبلیغاتی که در مخصوصا رسانه‌های فارسی زبان خارجی می‌بینیم که همگی فوکس خودشون رو بر این نقطه که مذاکرات چه می‌شود متمرکز کرده اند، ما باید این نقطه رو از آن دور بشویم. نقطه متمرکز ما باید مبارزه علیه جمهوری اسلامی باشد، چون این مبارزه علیه جمهوری اسلامی است که منافع ما را میتواند تامین کند، وگرنه این مذاکرات در هر صورتی، چه صورت بگیرد، چه موفق بشود، چه شکست بخورد، آن چیزی که ما از آن انتظار داریم به عنوان منافع مبارزین آزادیخواه ممکنه درست نشود. به این علت است که دولت ترامپ مدارا خواهد کرد یا نخواهد کرد، دولت‌های غربی ما سیاست خودشون رو مانند قبل در قبال جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد یا نه، برای ملت‌های ساکن ایران مخصوصا برای ملت کرد نباید مهم باشد، چون آنها باید همه کار خودشون، مبارزات خودشون و بر قدرت خودشون علیه این جمهوری اسلامی متمرکز کنند که این میتواند ما را به این آزادی و به این اهدافی که داریم برساند. جناب رویتن اشاره کردید که به ترک میز مذاکره توسط ویتکوف، ولی ما میبینیم که در رسانه ها زیاد میگن که روابط بین اسرائیل و آمریکا، ترامپ و نتانیاهو تیره شده، ولی امروز عکس اینو دیدیم. قبل از شروع مذاکرات اولین کسی که ویتکوف باهاش دیدار کرد رئیس موساد و وزیر امور استراتژیک اسرائیل بود. اینو چطوری میبینید؟ آیا هماهنگی بین اینا هست که میخوان به جمهوری اسلامی جوری نشان بدن که مثلا من با اسرائیل روابطم تیره شده و بیایید که با هم دیگه مثلا مذاکره کنیم و به توافق برسیم؟ یا به نوعی میخوان سر رژیم رو گرم کنن با این کارا؟ ببینید، اولا من این ارتباط بین دولت ترامپ و دولت اسرائیل رو تیره نمیبینم، ولی حتی اگر بر فرض این ارتباط بسیار تیره باشد و حتی سیاه هم باشد،
باز هم در قبال دولتی مانند دولت ایران بسیار بسیار خوب است و آمریکا خود را حافظ منافع ملی اسرائیل خواهد می‌داند و اسرائیل هم با دولتی مانند آمریکا در منطقه به صورت هماهنگ مانند قبل ادامه حرکت خواهد کرد و به این حرکت خودشون ادامه میدهند. آنچه که حتی اگر بعضی موقع اختلاف نظرهایی هم داشته باشند در یک موردی، یک ارتباطی نیست که با به تیرگی بیانجامد یا چنان این تیرگی که بزرگ باشد که بتواند بر چنین مسئله حساس و استراتژیکی برای اسرائیل که هست اختلاف نظر آنقدر بزرگ باشد. در نهایت آنها به آنچه که نیاز است، به هماهنگی که لازم هست به دست خواهند آورد، چون این یک چیزی نیست که 1 سال و 2 سال باشد. از وجود اسرائیل تا بکنون ادامه دارد و این ادامه خواهد داشت و در این دولت هم خواهد بود. مخصوصا وقتی که این اختلاف نظر در مورد دولتی مانند دولت ایران باشد که ضعیف هست، هزارها بحران دارد، نمیتواند هیچ کاری را انجام بدهد. این گروه‌های نیابتی که میلیاردها دلار خرجش کرده بود در مقابل اسرائیل و آمریکا در مذاکرات با عنوان برگ ازشان استفاده میکرد، یکی یکی نابود شده اند و حتی بعد از نابودی این گروه ها امید به زندگی، امید به اصلاح، امید به دوباره سازندگی این کشورها که این گروه های نیابتی در آن بودند دوباره درست شده است. با وجود چنین وضعیتی من روابط بین اسرائیل و آمریکا را تیره نمیبینم. ممکن است در برخی مسائل بسیار جزئی اختلاف نظر داشته باشند، ولی در نهایت آنها هماهنگ برای یک استراتژی مشترک حرکت خواهند کرد و این رو ما در طول تاریخ دیدیم، فردا هم خواهیم دید. تضاد بین میدان و دیپلماسی رو در سیاست‌های جمهوری اسلامی چطور می‌بینید؟ از یه طرف سپاه تهدید می‌کنه، از اون طرف به عمان نامه میدن که برای دور پنجم هم سر میز مذاکره با آمریکا بشینن. این تضاد رو چطوری می‌بینید؟ میخواد چه پیامی رو برسونه جمهوری اسلامی، رژیم ایران؟ به نقطه بسیار خوبی اشاره کردید. ببینید این تضاد ماهیت جمهوری اسلامی است. همه رژیم‌های دیکتاتور در پروپاگاندا، در تبلیغات یک چیزهایی میگویند که در واقعیت نیست، ولی جمهوری اسلامی این رو به سطح اعلایی رسونده که حتی دیکتاتوری هیتلر هم نمیتواند با آن رقابت کند. ببینید این را هم از بدو تأسیس جمهوری اسلامی وجود داشت. شما میدانید که خمینی با وجود اینکه شاه عامل آمریکا و اسرائیل است، به مخالفت با شاه پرداخت و خواست با سرنگونی رژیم شاهنشاهی بیاید و ایران را از دست آمریکا نجات بدهد. در همان وقت که خمینی آمریکا را شیطان بزرگ اعلام میکرد، نامه میداد به آمریکا که ما با منافع شما تضادی نداریم، مشکلی نداریم، آنچه که ما میگوییم در تبلیغات هست. همکنون هم آنچه که خامنه‌ای روزانه میگوید، آنچه که عراقچی روزانه در رسانه ها دوباره میکنن، آنچه مخصوصا بعضی از این فرماندهان سپاه مدام به آن اشاره میکنن، یک یاوه‌گویی بیشتر نیست. این یاوه‌گویی هم تنها جزئی از ماهیت جمهوری اسلامی است که میخواهند گویی از خودشان را نشان بدهند که متفاوت باشد آنچه که در واقعیت انجام میدن. ببینید در ابتدای این مصاحبه من اشاره کردم، یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا اشاره کردن، گفتن با وجود اینکه ایران میداند غنیسازی در ایران برای ما خط قرمز هست، باز هم ایرانی ها آماده مذاکرات میشن. این یعنی چی؟ یعنی ایران همه خواسته های خودش رو
همه آنچه که در تبلیغات در رسانه ها رو به مردم میگویند با یک حرکت بسیار کوچک آمادن زیر پا بذارند و هیچ کدوم از اینها اصلا مهم نیست. بنابراین نباید سیاست رسمی جمهوری اسلامی و حتی هیچ یک از کشورها، ولی مخصوصا جمهوری اسلامی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو از آنچه که این فرماندهان سپاه میگویند اشاره کنند. میدونید آنها میگفتن اگر اسرائیل حمله کند ما این را خواهیم کرد و آن را خواهم کرد و اسرائیل آمد و آنچه که خواست حمله کرد و همه آن مکانهایی که بسیار مهم هستند برای ایران بدون پدافند هوایی گذاشت و رفت و ایران بجز پرتاب 3-4 تا موشکی که بعضی از آنها هم داخل خود ایران خوردن کاری نکرد و نمیتواند و نمیخواهد حتی انجام بدهد، چون آنها توان و قدرت جنگ یا هیچ گونه حرکتی بر ضد این کشورهای مانند آمریکا و اسرائیل ندارند. فقط این تبلیغاتی است که باعث شده فقر، باعث شده عقب ماندگی برای ایران درست کنند، باعث شده که حکومت خودشون رانت و فساد خودشون رو به مدتی دراز بکنن در قبال این بدبختی رو برای مردم درست کنن، وگرنه همه آن چیزهایی که در تلویزیون ها میگویند نمیتوانند حتی یکی از آنها رو انجام بدهند. آنها فقط میتوانند سرکوب کنند بر ضد ملت های ساکن ایران. آنها فقط میتوانند مردم معترض بی سلاحی که به خیابان میآیند و فریاد آزادی خواهی بدهند آنها رو آن هم با گلوله ساچمه‌ای مورد هدف قرار بدن تا کور شوند، تا شهید شوند. آنها هیچ وقت در قبال هیچ کشور بیگانه‌ای نمیتوانند هیچ حرکتی انجام بدهند و نتیجهش رو ما میبینیم که چگونه در قبال همه این دولت‌ها در نهایت ضعف و شکست و در نهایت با این رو بگویم که آماده‌اند هر کاری رو بکنن فقط حکومت خودشون رو ادامه بدهن و به هیچ جایی هم دست نخواهند و نمیتوانند در این راه هم موفق باشند، چون این دیکتاتوری ها محکوم هستند به نماندن و به سرنگونی. جناب رویینتن، اگه بخوایم مقایسه کنیم مثلا با کشورهای خلیج فارس و آسیای شرقی، چقدر برنامه هسته‌ای عامل عقب ماندگی ایران در حوزه اقتصاد، علم و رفاه اجتماعی بوده است؟ این همه هزینه، 2000 میلیارد دلار هزینه‌ای که شده تا به امروز. کدام برنامه جمهوری اسلامی مایه پیشرفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی جمهوری اسلامی بوده که برنامه هسته‌ای باشد؟ هیچ یک از برنامه‌های جمهوری اسلامی با این نیت که برای پیشرفت کشور لازم است صورت نمیگیرد. آنها تنها چیزی که توانسته اند در آن پیشرفت داشته باشند شکل‌های مختلف تروریستی هست. آنها تنها چیزی که توانسته آنها تا بکنون بر سر کار بمانند شکل‌های مختلف سرکوب ملت است و به این علت هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم نمیتواند برای پیشرفت اقتصادی یا هر برنامه دیگری باشد. من یه نمونه بسیار واضحی رو برای شما بحث کردم. من از نیروگاه بوشهر سخن به میان آوردم. با وجود این همه جنگ و این همه سال، این همه میلیارد، این همه با وجود سرشکستگی در مقابل حتی دولت روسیه، باید ما الان مشکل برق نداشتیم در کشور، ولی میبینیم یکی از بزرگترین مشکلات مردم همکنون برق است و مردم در روزهای گرم تهران، در روزهای گرم استانهای مختلف کشور برق ندارند، مدارس تعطیل میشوند
یعنی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها یک هدف دارد و آن هدف هم داشتن یک برگ در مقابل دولت‌های خارجه و در مقابل ملت‌های ساکن ایران برای ادامه حکمرانی جمهوری اسلامی و نه چیز دیگر. وگرنه حتی اگر از لحاظ اقتصادی هم ما این برنامه ها رو تحلیل کنیم میبینیم که مثلا آن همه میلیاردی که برای نیروگاه بوشهر خرج میشد به شکل دیگری میتوانست برق بسیار بیشتری تولید کنند. مثلا به جای اینکه الان آنها میخواهند همه سرنوشت یک کشور رو در این غنیسازی خلاصه کنن، در ایران منابع بسیار بیشتری برای تولید برق وجود دارد که میتوانند از آن استفاده کنند و این را هم بگویم در بسیاری از کشور دقیقا میشد که این 2000 میلیارد رو صرف آبادانی کشور کرد. بذارید سوال آخرم ازتون بپرسم چون وقتمون داره تموم میشه. در صورت فروپاشی مذاکرات، چون میدونیم که این مذاکرات محکوم به نابودی است، اگر که آمریکا قبول کنه که غنیسازی در داخل خاک ایران انجام بگیره، برای کشورهای دیگه هم باید قبول کنه. اگر به طور کلی در نظر بگیریم بسیاری از کشورها هستن که انرژی هسته‌ای دارن و تولید برق میکنن ولی سوختش رو از کشورهای دیگه وارد میکنن، مانند کره جنوبی، مانند مثلا ژاپن یا مثلا مانند لهستان. باید اون کشورها هم حق غنیسازی در خاک خودشون رو داشته باشن. با این حساب آیا ایران به سمت سلاح هسته‌ای خواهد رفت یا جنگ خواهد شد؟ ببینید، یکی از مشکلات که امروز وجود دارد همین نبود اعتماد از طرف جمهوری اسلامی است. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی هیچ گونه اعتمادی در سطح بین المللی ندارد، حتی اگر بگوید که من سلاح هسته‌ای نمیخواهم. و این باعث شده که دولت ترامپ غنیسازی رو در ایران حتی اگر 1% هم باشد برای خود یک خط قرمز بگذارد. حتی ایرانی ها به این پیشنهاد دولت عمان که در کشور سوم این غنیسازی صورت بگیرد به نوعی تمایل نشان دادند، ولی بی‌اعتمادی نزد جمهوری اسلامی نزد سطح بین المللی آنقدر زیاد هست که این را هم قبول خواهند کرد یا نخواهند کرد معلوم نیست. ببینید، من قبلا هم گفتم اگر این مذاکرات با این شکلی که ایران هم میخواهد توافقی صورت بگیرد، هیچ یک از مشکلات جمهوری اسلامی و هیچ یک از این مشکلاتی که مردم دارن حل نخواهد شد. در نتیجه ما باز خواهیم گشت به آن نقطه‌ای که قبل از مذاکرات داشتیم و حتی هم اگر این مذاکرات توافق هم داشته باشد، یعنی توافق هم نداشته باشد، یعنی همکنون که امروز هم هیچ توافقی بر سطح برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد، ولی ما می‌بینیم هر کشوری به شکلی به سیاست خودشون ادامه خواهنده، باز هم آنچه که مطلوب ملت‌های ساکن ایران هست یا آنچه که مطلوب مردم هست وجود ندارد. مطلوب و خواست نهایی مردم و منافع اصلی مردم در این است که این جمهوری اسلامی نماند، نه جمهوری اسلامی با مذاکرات یا بی مذاکرات، نه جمهوری اسلامی با توافق یا بی توافق. و ما در سالهای گذشته همه نوع جمهوری اسلامی رو دیدیم. جمهوری اسلامی با توافق را دیدیم، جمهوری اسلامی بی توافق دیدیم، جمهوری اسلامی که در حال منتظر مذاکرات دیدیم، جمهوری اسلامی در حال مذاکرات دیدیم، جمهوری اسلامی بی تحریم دیدیم، جمهوری اسلامی با تحریم شده دیدیم. در هیچ کدوم از این جمهوری اسلامی ها مردم نتوانستن منافع خودشون رو تامین کنن و سیاست های مداخله گرایانه جمهوری اسلامی، سیاست های پشتیبانی تروریسم جمهوری اسلامی، سیاست های گروگانگیری جمهوری اسلامی ادامه داشته است. در نتیجه ما باید به این نقطه برگردیم. مخصوصا ممکنه این حرفایی که من میزنم برای یک دولت غربی
مهم نباشد که جمهوری اسلامی بماند یا نماند، آنها به دنبال منافع خودشان هستند، ولی ما باید مخصوصا در رسانه ها به این نکته تاکید کنیم که منافع ملت کرد، منافع ملت های ساکن ایران در این مذاکرات در هر صورتی نیست، در این جمهوری اسلامی در هر شکلی نیست و این واقعیت است که باید بیشتر به آن بپردازیم تا باز دوباره بر مبارزاتمون متمرکز کنیم، نه بر مذاکراتی که چه باشد چه نباشد نتیجهش یکیست. جناب آقای البرز رویینتن، فعال سیاسی، خیلی ممنون که وقتتون به ما دادید و همینطور شما همراهان همیشگی. تا هفته بعد مواظب خودتون باشید.